سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ امروز می‌خوایم با هم یه آش رشته فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم. ما امروز دور هم بودیم، گفتیم که می‌خوایم یه آش رشته خوب درست کنیم. گفتم که فیلمش هم بگیرم واسه شما هم بذارم. برای درست کردن یه آش رشته خوشمزه ما اینجا به نیم کیلو سبزی آشی نیاز داریم که شامل تره، گیشنیز، اسفناج، جعفری، سیر و یه پیمونه نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، عدس و اینجا من آب قلم دارم که از آب قلمم میخوام استفاده کنم. پیاز، سیر، پونه، نعنا، آبیشن و کشکه که برای تزیین روش میخوایم و رشته آشی. بریم که با هم یه آش فوق‌العاده خوشمزه رو درست کنیم. بچه‌ها من اینجا هوبوتو که نخود و لوبیا چیتی و لوبیا قرمز رو از شب قبل خیسش کردم. میذاریم کاملا اینجا بپزه، نیم پخت بشه. وقتی که نیم پز شدن عدس رو میشورم بهش اضافه میکنم. عدس هم زود اضافه نمی کنیم چون هم رنگ آشمون بد میشه، عدس هم زودتر از همه اینا میپزه وا میره. ما اینجا الان پیازامون رو خلالی خورد میکنیم واسه داخل آش و تزیینش به این صورت. خب پیازامون که خورد کردیم اینجا هم به همین صورت سیرامون رو خورد میکنیم لایه نازک به این صورت که این هم واسه تزیینشون میخوایم و داخل آشمون استفاده میکنیم. خب ما اینجا پیازامون رو که خلالی کردیم دارم اینجا سرخشون میکنم. حالا سیرامون هم میذارم توی ظرف دیگه هم کاملا سرخ بشه. سیرامون هم مدام هم میذاریم که یه وقت نسوزه. تا اینجا زردچوبه به سیرمون اضافه میکنیم، یه همش میزنیم. یه حواستون باشه سیرتون زود ته نگیره. اینجا هم که پیاز داغمونه به این سرخش میکنیم. پیازمون که اینجا سرخ شد حالا یه مقدار بهش زردچوبه اضافه میکنیم واسه خوش رنگ تر شدنش. به این صورت یه همش میزنیم. خب اینجا هم که ما سیردابمون رو داریم اینجا کاملا سرخ شد. خب اینجا که پیازمون سرخ شد من یه مقدار ازش برمی‌دارم واسه تزیین آشمون. عجب پیاز داغی هم شده. اینجا پونه و نعنا و آویشنمون و قاطی پیاز داغمون میکنیم واسه مواد داخل آشمون که خیلی خوشمزه‌ش میکنه. دوباره یه همش میزنید تا حواستون باشه زود همش بزنید که نسوزه، تلخ هم نشه. اینجا پیاز و سیر داغمون رو که سرخ کردیم قاطی آشمون میکنیم. خب حالا یه همش میزنیم. اینجا من توی این مرحله آب قلمی که داشتیم آب قلممون هم بهش اضافه میکنیم. عجب آشی بشه دوره همین. خب حالا سبزی آشمون رو بهش اضافه میکنیم. به این صورت. حالا همش میزنیم. وقتی این مواد رو با هم دیگه هم زدیم در قابلمه رو دیگه نمیذاریم که رنگش بد نشه تا به جوش بیاد. میذاریم دوباره کاملا بجوشه. وقتی که جوشید مواد اون سبزیمون یه خورده پخته شد رشته آشیمون رو بهش اضافه میکنیم. خوش رنگ تر شدن آشمون و مزهش توی یه مقدار روغن زردچوبه و فلفل سیاه رو تفت میدیم و قاطی آشمون میکنیم.
آشمون رو داریم داره میجوشه. یه همش میزنیم. آشمون دیگه کاملا دیگه به جوش اومد. رشته آشیامون رو از وسط 2 نصفشون میکنیم، قاطی آشمون میکنیم به این صورت. به این صورت می‌ذاریم رشته کاملا نرم بشن. من اینجا نمک کم بهش اضافه کردم چون خود رشته شوره. حالا بعداً یه مقدار ازش میکشیم، اگر نمکش کم بود با فلفل سیاه بهش اضافه میکنیم. نرم میشه، داره وا میشه از هم دیگه. دوباره میذاریم یه نیم ساعت دیگه کاملا این موادمون جا بیفته. که بعد یه رو رشته‌اش کاملا نرم شده. میبینی چقدر خوب شده؟ حالا زیرشو کم میکنم، میذارم یه ربع دیگه بمونه، خوش آروم آروم بجوشه. ما که دیگه آماده شده. حالا وقتی دیدین آشتون یه خورده خیلی سفت شده، حتما حواستون باشه آب جوش بهش اضافه کنین، آب سرد اضافه نکنین. از آش ما که میریم دیگه بکشیمش. چه آشی شده. اینم از آش رشته امروز ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خب حالا میریم که با هم دیگه تزیینش کنیم. اینجا که ما یه خورده نعنا و داغ داشتیم بهش اضافه میکنم. یه چیز معمولی دیگه تزیینش میکنم. حالا یه مقدار پیاز بهش اضافه میکنم. به این صورت سیرمون بهش اضافه میکنم. حالا یه مقدارم کشک بهش میریزم. خب دوستای گلم، اینم از آش رشته ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.